ما در روستای کلنجان از توابع شهرستان تویسرکان هستیم و همکنون خدمت یکی از خانواده اخشار آسیب پذیر و دردمند هستیم. و این خانم نیمتاج هستش، نیمتاج بختیاری، معروف به میمی، که با دختر خانم بیمارشون فاطمه خانم که عقب افتاده ذهنی و بیمار هستن زندگی میکنه. و متاسفانه این خواهر محترمه و نجیب و با آبرو از هیچ گونه امکانات اولیه زندگی برخوردار نیستن و خانه هم که در زندگی میکنه استجاری است و عاریه‌ای است و صاحب خونه ظاهرا این خونه رو هم میخواد. اینها هیچ گونه درآمد ماهیانه ندارن. همسرشون هم در اثر تصادف در جاده توسرکان به روستای کرزان تصادف نموده و فوت نموده و از طرفی ضارب هم متواری شده و با توجه به اینکه چند سالی از این حادثه میگذره تا کنون ضارب دستگیر نشده و از طرفی دیه‌ای هم به این خانواده محترم پرداخت نشده. امید است که مسئولین کشور، کمیته امداد، سازمان بهزیستی کشور، نهادهای مسئول برای رضای خدا فکری بکنن تا این خانواده کمی از درد و رنجی که داره کاسته بشه و حداقل به زندگی نسبی برسه. و از افراد خیر هم انتظار داریم که به روستای کلنجان در شهرستان تویسرکان مراجعه بکنن و با این خانم ملاقات داشته باشن و با کمک های خودشون، با کمک هایی برای رضا خدا سر سامانی به زندگی این بنده خدا بدهند. خانم سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت بای. حالتون خوبه؟ خوبه. اسمتون چیه خواهرم؟ نیمتاج بختیاری. ساکن کجا هستید؟ ساکن کلنگان. نه نداریم، این خونه مردم. بله. درآمد دارشون ماهیانه؟ والا درآمدشی؟ درآمدم ندارید؟ نه. همسرتون کی فوت کرده؟ چی شده؟ خیلی وقتا. چه شده خواهرم بفرمایید؟ دیگه چی سرکن نو بگیره خوش ماشی کشتش. اون طرف دستگیر شد؟ نه هیچ نیتنش. درسته. خب دختر خانمتون که مریضه؟ نه حالتون خوبه شما خانم؟ فاطمه خانم چطوری شما؟ نگاه کنید دوربین خواهرم. بهتری شما که؟ بله. خب شما چطوری؟ خوب هستید؟ انشالله که خدا کمک کنه به شما و مشکل زندگیتون برطرف بشه. شما درآمد ماهیانه که ندارید؟ شما درآمد که ندارید؟ حقوقی بیمه ای؟ نه. بله بله بله. انشالله که مسئولین متوجه بشن و برای شما یه فکری بکنن انشالله. شما خوب هستید؟ بله بله. انشالله که موفق باشید. اینم وضع داخلی منزل هستش که این خانواده زندگی میکنن. اینم وضع داخلیشون هستش که این وضع سقف ساختمونه. امید است که مسئولین محترم
یه فکری بکنن که این مشکلات ما دیگه شاهدش نباشیم. با کمی کمک، با کمی همت این همه مشکلات حل میشه و این خانواده سر سامون میگیرن. بله بله، این مخروبه است که در کنار این خانواده قرار داره. متشکرم، به امید دیدار.